میدان شهدای لاهیجان مرکزشه. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که صبح چهارشنبه تابستونیتون بخیر باشه. من مرتضی هستم. امروز میخوام بریم ولاگ بگیریم باز چهارشنبه بازار کیاشهر. امروز چهارشنبه 8 مرداد ماه، ساعت هم 8:15. میخوام یه رانندگی از لاهیجان به رودبنه، دستک و کیاشهر بگیرم. این مسیر رو فکر نکنم قبلا چی گذاشتم. دوستان عزیزان لاهیجانی رو مشاهده میکنی که راهنما پیکارشون نیست. اینجا هنوز فرهنگ، اینجا آپشنه، راهنما رو همه خودروها نصب نیست، وگرنه همشون عادت دارن میزنن. الان هم داریم میریم به سمت میدون گیل. این فکر کنم میدون فیض بود اگه اشتباه نکنم. بعدی میدون برقه، بعدش میرسیم به کربندی و بعدش رودبنه. هوا هم که گرمه. ما کولر گرفتیم خونه. زودتر برسیم اونجا، جاده خلوت‌تر، ولاگ بهتر بگیریم. البته چیز هم هست، خورده آفتاب هنوز شروع به کار نکرده. دیروز که هوا ابری بود. داره سیگار میکشه، دستش آویزون کرده. جلوش همیش خبر نیست. 20 رو داریم میریم. 20. میدونی که میبینیم میدون گیله. پل هوایی زدن بعد از فکر کنم 10-12 سال طول کشید تا افتتاح بشه. جاده‌ای که به رودبنه میخورد خیلی خلوت شد. قبلا اینجا خیلی خطرناک بود، چون این رودبنه جزو لاهیجان هست، خیلی هم جمعیتی زیاده، یعنی توش رفت آمد زیاده. تا کربندی هم که هست داخل شهر وصل میشه، همین کلن شلوغ بود و تصادف زیاد میشه. مستقیم میره به سمت رشت. ما هم که دست راست میخواد بریم. قبلا ولاگ رانندگی از اینجا تا رودبنه رو گذاشته بودم، تا هم پلیلیست شهر لاهیجان میتونیم پیدا کنید، ولی خب توش صحبت نکردیم چون آهنگ گذاشتیم براتون کیف کنید. راجع به آهنگ شد که چندین بار گفتیم این کپی رایت یوتیوب خیلی اذیت میکنه. شما حتی آهنگ در حال پخش هم بعضی وقت گیر میده، بعضی وقت نمیده. یه ماه بعد گیر میده، الان گیر نمیده. اصلا یه جوری داستانه. اینجا هم معمولا دوستان رعایت نمیکنن. میبینید خیلی یه تیکه تا یه خورده جاده گشاد چه همین داستان همین.
رودبنه هم که به کباب متری اینا معروفه. حالا رودبنه اینجا فکر نکنم جز رودبنه باشه، اسمش دیگه است. رودبنه میزنه تابلو به شهر رودبنه خوش آمدید بهتون میگه. اینجا الان جاده رودبنه است. کباب متری قبلا شورتشو گذاشتم براتون توضیح دادم. کباب است به طول، حالا دقیق نه 1 متر 99 ثانیه متر، کباب متری معروفه. حجمش زیاده، کباب متری معروفه. اینجا قصابی کبابی زیاده. الان سر صبح 8 و 20 دقیقه کبابی باز نیست بهتون نشون بدم، ولی جاهاشون رو بهتون نشون بدم روش نوشته. چون معمولا ساعت 11 12 شروع میکنن، اکثرا شبه، اکثرشون شب مثلا. قیمتش هم به نسبت رشت مناسبه. مثلا گوشت کیلویی هم میدم. مثلا شما میرین اونجا میگی آقا من 1 کیلو کباب میخوام، فکر کنم آخرین باری که دیدم 900 تومان بود، هفته پیش دیدم مثلا 1 کیلو کباب برام میزنن 900,000 تومان. که میگم فقط قیمت کبابه، حالا برنج و اینا جداست. بعد نه بگی آقا گفتین چه خود گوشت اونجا میگی آقا 1 کیلو گوشت برام کباب بزن 1 تومن. حالا مخلفات و اینا قیمتش حالا جداست. به صرف است اگه 2-3 نفر معمولا کباب با نون دوست داریم بخوریم. کباب بیشتر برنج بخوری خب معلومه حجم گوشت کمتر میشه. یه نکته دیگه هم بگم که این شرق گیلانی‌ها معمولا سر صبح پلو کباب خور نیستن. معمولا، حالا باز استثنا توش هست، معمولا قهوه خونه‌ای یا مثلا جیگرکی میرن. من چند روز پیش داشت رفته بودم قهوه خونه، چایی که مثلا من فروردین میخوردم 5 تومن یه استکان، شده بود 7 تومن، الان شده 10 تومن. یارو میگه چرا 10 تومن شد؟ گفت قند از 40 خورده ای 50 تومن شده 80 خورده ای. بعد گفت لوبیا شده 500 خورده ای، لوبیا چیتی. الان مثلا عمر مثلا لوبیای خالی ما میدیم 150 تومن کاسه ای. گفت مشتریامون خیلی کم شدن. یارو گفت مثلا چند 10 روز در ماه بیاد اینجا صبحونه بخوره میشه 1,500,000. من خواستم بگم رسم قهوه خونه صبحونه خوردن هم تقریبا داره کم رنگ میشه. اینجا نکته خاصی نداره، از مسیر لذت ببرین. چقدر شلوغه امروز چهارشنبه ماشاءالله. برخلاف رشت که الان شما بری خیلی خلوته، اینجا 8:30 خیلی شلوغه. یه آقای قیاسی هست، امیرحسین قیاسی، برنامه تقریبا استنداپ اجرا میکنه توی کنم یوتیوب همچی چیزی یا فیلم نته. یه تیکه ازش تو اینستا دیدم میگفت که لطفا مسئولین یه برنامه به نام بدبختی من درست کنن که مثلا ما توش بریم برنامه قطعی برق ما که قیمت دلار چنده، اون گفت قبر من چنده، نمیدونم دلار من، گوشت من، یه ما زحمت نکشه. حالا تو برق منم یه قسمت اولش باز کنیم فیوز من، مثلا ببینیم فیوز ما پریده یا همسایه من، ببینیم برق همسایه‌مون اول قطع شده یا نه. این تازه شهر رودبنه است، می‌بینید این نوشته به شهر رودبنه خوش آمدید. نمیدونم چرا خوشهای طلایی کشیده. چون بی گندم می‌بینیم بعید می‌دونم که گندم درست کنن. اونجا برنج بیشتر می‌کنن. بعد اونجا کباب سیخی می‌ذاشت. حالا می‌بینیم تعدادشو می‌بینید. خیلی مثلا داخل رودبنه معروفه به کباب متری. مخصوصا شبا با عرقیات گیاهی مثل نعنا اینو میدن. این برنجا رو میبینید داره زرد میشه، این داره میرسه. هوا هنوز گرم نشده ولی دم داره، نگاه مثلا برنج داره دم میکشه. کافیه بری بیرون تمام جور دم عرق میکنه.
سرعت رو زیاد کنیم. از کیاشهر ولاگ زیاد گذاشتیم ولی میانگین بازی داشت زیاد نیست. ما دنبال بازی گرفتن زیاد هم نیستیم بگیم آقا فلانجا بازی نخوا ما دیگه نمیریم. الان مثلا میگم ما زیبا کنار رو گذاشتیم، زیبا کنار و روستای بازارش خلوت کوچیکه، یا مثلا خشک بیجا رو گذاشتیم. خشک بیجا معمولا ویو نمیخوره، اون بازارش کوچیکه، خب مثلا یه سالی 2 سالی اون سر میزنیم، هم یادگاری بمونه هم دوستان خشک بیجاری که خارجا ببینن. وظیفه این ماست همه بازارها رو بریم، حتی شده یه بار در سال. رانندگی ما معمولا هم ویو زیاد نمیخوره، از وقتی توضیحات میدی بیشتر ویو میخوره. عشق دیگه چیکار کنم. جای دوستانی که خارجن خالی، اونو حضور ذهن ندارم که رودبنه ای باشه. این فکر کنم میشه سراه دیگه، سراه اصلی رودبنه است. دست راست سمت آموزش پرورش و چاف و میخوای بری از دست راست میری، ما مستقیم بریم. این دست راست یکم جلوتر بری باز کبابی هست. من رودبنه سه‌شنبه بازار داره، ولاگ سه‌شنبه بازارش هم گذاشتم، اگه یادم باشه لینکشو براتون میذارم. اگه نه سرچ کنید سه‌شنبه بازار رودبنه میاد، بازار محلی قشنگ. یا کن نوشه آسانی هرچه دست شب دهکا و دستک و کیاشهر مستقیم. الان یه دونه قصابی کبابی محمد دیدی روبرو، یه دونه میشه آقا طلا. تو کبابیات دارن شروع شد. میبینیم تخته ها رو دیدیم با منقلای بزرگ، منقلشون کنارش رو بگم دیده باشه. منقل اینجا یکی دیگه اینجاست، خیلی زیاده اینجا. قیمتش میگم به نسبت رشت مناسب تره. اگه خواستین شرق گیلان کباب بخورین من اینجا رو پیشنهاد میکنم. بعد یه چیز دیگه هم هست بگم، معمولا کباباشون رو کیوی هم میذارن، کیوی و انجیر. همین باز این منقل کبابی رستوران میراث، این هم جزو معروفاست میراث. این گیلان هم معروفه. حجره نشیدم، ببینید همه منقل هم. یه روز غروب هم میام براتون. این دیاکو هم معروفه، هشتگ هم معروفه. تو این اینستا سرچ کنین میاد. حالا به قیمتتون بودجهتون. یا نان کباب دا گفتم این یه تیکه معدن که به قول دوستان اشتباه بورس کباب. این یه کانالی جدید زدیم، موقع دیروز زدم من که توش میخوام آهنگای قدیمی رو بذارم. رو ویدیو درست نمیتونم بذارم ولی اونجا که میتونم بذارم. دوست داشتین تو تلگرام به ما پیام بدین. اگه کانال تلگرام ما داریم، ویدیو جدید میذاریم تو تلگرام میذاریم لینکشو. و یه کانال هم داریم عکسای گیلانی که اونجا تو بخش پست کامیونیتی میذاریم، اونجا میذاریم براتون. خواستین اونجا به من پیام بدین آدرس کانال رو بدم، یا مرتضی میوزیک رو سرچ کنین میاد. میخوام دونه بذارم آهنگایی که سلیقه خودمه، اونجا براتون گلچین میکنم کیف کنیم. تو یوتیوب نمیشه گذاشت، کپی رایت به درد در میاد. این ما داداش فقط آهنگ جدید گوش بدیم قبل اینکه به دانشگاه. فقط اینجا ابتدای حوزه آستانه اشرفی، این داخل پایین. مثلا آهنگی مثل 011 همون حسین تویی، اون موقع حالا مثلا ساسی ماهنکن هم مد بود، پارمیدا اینا میخون. آهنگی که امروز میومد و هفته بعد گوش نمیدونیم، گفتیم نه آهنگ قدیمیه. آهنگ مثلا بیروز ما دانلود میکنیم، هر روز تو سایت موزیک بودیم. بعد رفتیم دانشگاه، باورتون نمیشه اولین آهنگ قدیمی که من باش خیلی حال کردم، هنوزم شاید
حالا نه مثل قدیم به هفته یا ماهی یه بار حتما گوش میدن آهنگ عمو حسن شماعی‌زاده به قول مرحوم انصاریان. خیلی وقته که دیگه دلت برام تنگ نمیشه اونو گوش دادیم که دیگه رفتیم تو خط آهنگای قدیمی. الان گوشیمو نگاه کنید 98% آهنگ قدیمیه، یه 2% هم جدیدیای قشنگ قول معنی داره، مثلا جلف نیست. حالا شاید یکی هم دستمون در مورد جلف هم باشه. الان مثلا اینا رو یاد خاطره میافتم که این بابای ما یه ضبط مشکی آیوا داشت از این 2 باندا، کاست خوار بود، بعد یه دونه جای کاستی هم داشت شبیه لونه پرنده ها، مثلا حالت خونه مانند بود. مثلا کاست های مثل آیوا بود، سونی بود، رنگشون هنوز هم داریم، ما تو ییلاقمون هست، میخونه ضبطمون هنوز. مثلا بابای ما امید خیلی گوش میداد، موین گوش میداد، عاشق هایده و همیرا بود منظورم که حالا گوش میداد، منظورم اون قدیمو دارم میگم، بابا هنوز زنده است. ما گوش نمیدادیم، مثلا بعدمون میومد. این بابای ما پراید خریده بود، بعد گیر دادیم بهش، رفت سی دی خور کرد اون موقع، ولی بنده خدا میرفت همین سی دی هایده و همیرا اینا رو چیز میکرد، میخرید میذاشت تو ماشین گوش بدیم، ما میگرفتیم مینداختیم بیرون. هی میومد میگه با این یه سی دی خریدم هایده و همیرا بود، سر پیچ داره میرسه، هایده همیرا بود. چی شد اون نمیدونیم، حالا ما مثلا همین داشتیم 111. الان که گوش میدیم این واقعا آهنگ قدیمی چی دیگه است. ران داره میده. اینقدر هوا گرمه، هر موقع من میام بیرون احساس میکنم نسبت به قبل آدم پخته تری شدم، خیلی گرمه. الان آفتاب شروع کرد. البته گرما واسه پخت برنج خوبه. دیشب یه نمه بارون هم نشون داد دایی جان، یه صدای رعد برق ریزی اومد، یه 4-5 تا شیشه میشه ما رو کثیف کرد. کلا کارش هم میگی الان گوشیت شارژ داشته باشه، آب خونتون وصل باشه، برق وصل باشه، لپتاپ اینا شارژ داشته باشه، شما جزئی از اغنیای بی دغدغه، جزو چند درصدی ها. یعنی برق اینجا روزی معمولا یه بار باید بره 2 ساعت. شانس ما میزنه سر زور میره لعنتی. هر تایمی هم بره بده دیگه. الان دیروز ما داشتیم غروب میومدیم طرفای اونجایی اونورا ساعت 7:30 7 اینا بود، برق 7:09 هم دیدم غروب. یه خانم گیلانی هستن درست میکنه، مال عملشه اگه اشتباه نکنم، میگه که الله مصطفی این لدغه گازم قطع کنین، برق و آب قطع میکنین، شوهر میاد ما بهش بگیم آقا گازم قطع کن. این گرما جلوی آجاق بود وایسیم، آب هم که نیست، با این غذا درست کنیم، بهونه هم نداریم، بهش میگم غذا درست کنیم، گاز که بود.
جهان سپید رود جایی به چیز بحث میشه به دریا. متاسفانه چند روز پیش نوشتن دو تا جوان لایجانی هم بوده، یکی 24 سالش بود یکی 27 سالش بود، هر دو غرق شدن. اگه شما کلیپ رو میبینین برای دیگران توضیح بدین، نصف خیابون برداشت، برای دیگران توضیح بدین جایی که رودخونه به دریا وصل میشه اصلا جای شنا نیست. اونجا معمولا یه جریان گردابی شروع میشه. چرا کنم پیچ به چی راه بدم چرا کنم، یه جریان گردابی درست میشه اونجا، هر کی بره غرق میشه، واقعا جای خطرناکیه. دوستان تا آشنایتون بگی آقا این طرح سالم سازی همه جا هست، همه شهرها خدا رو شکر داره، انزلی داره، چمخاله داره، کیاشهر هم داره، حتما برین طرح سالم سازی انزلی داره. چرا میرید جایی که هیچکی نیست؟ اینجا خطرناکه. چند روز پیشم توی نور بود یه بنده خدای غریق نجات هم بود، تاریک بود، من فیلمشو دیدم. یه خانواده 5 نفره داشتن غرق می‌شدن، رفت 4 نفر رو نجات، فامیلش هم یادم نمیاد بگم، خدا بیامرزه. 5 نفر و 4 نفر نجات داد، نفر آخر نتونست، خودش هم غرق شد. یه بچه کوچیکم داشت. به خاطر حماقت یه خانواده مسافرم بود. میگم بومیا اکثرا میدونن یکم موج میزنه نباید جای مشکوک اون تایم غروب. این محله نمیدونم چی اسمش، دقت نکردم. نکنین با جونتون بازی نکنین. دریا کثیف که هست. حالا پارسال بود یا پیلار سال، بگم پارسال بود، جاده اشکبر ولاگشو دیدیم بهتون نشون دادم جای شنا رو. اینجا یه بچه از عقب رفت پشتک بزنه، گردنش فشار میاد، مورد 1 و 2 بشکنه، چون چیز سیستم عصبی ریه و اینا از اونجا میاد، قلب و ریه، پاراسمپاتیک و اینا چیز داره به نام هیوید. اون بشکنه مثلا دار میزنن اون میشکنه، خفه میشه، اون بشکنه یارو میمیره در جا. مثل که اون درجا شکست یارو خفه شد. بعد شنریزی کردن اونجا رو بستن دیگه، نمیذاشتن شنایی. جوونم بود 18-19 ساله، نوجوانم. نکنین کارهای خطرناک نکنین، شنا کنین مثل آدمیزاد. خانواده‌تون براتون زحمت کشیده. الان موتوری، یعنی داستان موتوری هم اونجا زیاده، هر روز چند نفر موتوری میبینن. بچهای تابستون موتور بابا رو میگیرن، دمزور پیداش میشه معمولا. اینجا میبینی اینجا هم کبابی داره. خوشازده، امیر هنده، میبینین قصابی پلا کبابی، اونجا پلو کبابی، رشتی هم میگم پلا. ششکل، ششکل فکر کنم دو کلمه ترکیب شده، همون 6 کلم به گاو نر میگن کل ورزا، یه خلاصش میگن کل. البته به کچل هم میگن، یعنی میگن فلانی کله، کچله. نمیدونم به کدوم بیشتر میخوره، براتون رمزگشایی کردم. منتظر بودم پست یه وسیله برام بیاره، یاد یه خاطره مامانم افتادم. ما دانشجو بودیم، رنگیرود دانشجو بودم، خوابگاه بودیم. بعد خونه امام که شهرسوار بود، این یه دونه رم برای موبایل گرفته بودم. این رم مشکل پیدا کرد، من گارانتی دادم بابل، موقع بابل گارانتیش بود.
روستای جیرسو و پیله محله. این پیله منظورش بکنم بزرگ میشه. پیله بگیره که یعنی بزرگ. پیلا مار یعنی مادر بزرگ، پیلا پر یعنی پدر بزرگ. بعد یه 2-3 ماهی خدای من میگه خونه این چی ما چرا نمیاد، رم ما چرا نمیاد. به مامانم گفتم این رم نه هیچ پست نیورد. نگفتم رم، گفت مامان پسر جان با ما دا چی شد؟ هیچی، دارم تو گوشی خودم. نوانجا من جا نداره گوشی، من از خود در پستر باز کردی، از خود در آوردی، از اجازه ای نه حریم شخصی و خصوصی تو خونه ما زیاد. البته تو خونه فکر کنم ایرانی‌ها تعریف نشده است تا در بسته باشه اینجوری در باز می‌کنم میاد تو. نه یا اللهی نکنی، شما هم نکنید. هر بسته چند سری دعوا میگرفتیم باش، چند سری باش بحث کردیم، نکنیم بسته رو چرا باز. نه اون مرده میگه پوزشی میدونه چی داخلشه. گفتم چیه؟ گفت رم. نه من گوشیم رم نداره مثلا، یادم نمیاد. آهنگ چیز رو گوش میدادم، آقای داوود بهبودی. رنگ چشات عسل، طعم لبات عسل، اسمت که شیرینه اونم بذار عسل. تو این کاناله گذاشتم. من عاشق این آهنگم، واقعا قشنگه. خدایش آهنگ قدیمی ها یه چیز دیگه است. معین امید که من ماشین رو پر کردم بنزین، گوشیم هم شارژ داره، لپتاپ هم شارژ کردم، دبای آبم پر کردیم خونه. برای هر سناریوی احتمالی ما امروز آماده شد. شما هم این دوراندیشی رو بکنید. روستای دخکا. ما یه همخدمتی داشتیم کرمانی بود، جنوب خدمت میکردیم، بندر عباس. من میشه خاطرات باباشو برام تعریف میکرد. یه چیزی تو ذهنم بود، دیشب تعریف کردم برای پدر خانومم. اگه شما تعریف کنم، گفت داشتم نماز بابام داشت نماز میخوند. گفت من از بیرون اومدم، بابام که نماز داره میخونه، کنترل رو گرفتم، زدم یه کانال دیگه. هم میگه الله اکبر، الله اکبر. چی میگه؟ من قطع کرد و گفت طرف من لگت برتاب کرد، گفت کار خر دارم اخبار نگاه میکنم چون کانال عوض. این اخبار دیدم یاد خاطره پدر خانم اونجا تعریف کردم، برای شما ببینیم جالب. جنوب خداییش خیلی خوش گذشت. گرم بود، واقعا گرمه. الان مرداد ماه دیگه، ما مرداد ماه اونجا بودیم. ما اردیبهشت ماه رسیدیم، به ما گفتن، ما گفتیم چقدر گرمه، چقدر اینجا گرمه. گفت وایسا مرداد شهریور بشه. این واقعا اینجا جهنمه. خدا بهشون سلامتی بده. واقعا سخت اونجا زندگی کردم.
مایی که مای سرسبزی و دوتا رودخونه و جنگل و خلاصه مثلا بیرون نمیشه رفت، خیلی گرمه. بعد مثلا ما با بس میکردیم، ما بیمارستان صاحب الزمان بودیم، چرا اینجا ایستگاه تاکسی نداره؟ بعد این بچهای خدمت پای بالایی میگفتن که وایسا چند ماه دیگه بگذره ببین تو نوبت تاکسی هست، تو ایستگاه تاکسی میری. بعد فهمیدم راست میگه، اصلا همه جا دربست. اون موقع مثلا 10,000 تومان بود، 10,000 تومان خیلی بود. نه حاضر بودی 10,000 تومان بدی مثلا ماشین بگیره تو مقصد برسونه، اصلا مقصد 100 متر اونورتر. این زندگی سخت بود واقعا. بعد اوایل مثلا اردیبهشت ماه، خرداد ماه اینا شبا بیرون میاد، مثلا دیگه تابستون میشه شبام نمیشه رفت بیرون، انقدر شرجی میشه نفست بالا نمیاد. کولر رو دوست داری بغل کنی بخواد، ولی عوضش پاییز و زمستون اونجا بهاره واقعا. اینقدر جمعیت میومد بیرون، این همه آدم کجا بودن؟ هوای بالا سر ما سیاه، احتمال یه بارون ریزی بیاد، ولی سرعتش زیاد داره میره. دست چپ صافه. این از بازار کیاشر من فیلم زیاد گذاشتم، حالا فیلم زیاد نه، دو اینجا انبارسر. از ولاگای دیدنی اینجا من بازار چیدم گذاشتم، بازار ماهی همین دستک روستاییه. دستک جزو کیاشر، یه روستای الان دستک دست راسته، کیاشر دست چپ. این دست راست میریم یه کیاشر هم تو فیلم بیفته، زیاد دور نیست. اصلش اینه که الان شما دست چپ برید. این ما چون روستای دستک رو دوست داریم بریم یه دوری هم بزنیم. از این من مستقیم میخوره به چاف و چمخاله. یه بلاگ گرفتم از رانندگی از چمخاله تا انزلی، دوست داشتین اونم نگاه کنید. دوباره باید برم بلاگو بگیرم. این دستک فصل ماهی میشه، اون بلاگشو ببینیم، جزو کم پاپولارای ما هست، بیشترین بازیدار. یا سرچ هم کنید بازار ماهی دستک، اینجا با فرقو ماهی میفروشن. یا مثلا پره، 2-3 تا پره داره اینجا، 4 تا یا 3 تا، 4 تا. یک شنبه بازار هم داره، یک شنبه بازار محلی. دوست داشتین بلاگشو نگاه کنید، من خودم خوشم میاد اینجا. هرچه یه بار بحث کردیم، دعوا گرفتیم با نه داشتم فیلم میگرفتم، من نمیدونستم این پرنده های خودکار و اینا غیر مجازه، اینو خبر نداشتم. داشتم فیلم میدن، یارو اومد زد رو دوربین ما، واسه چی فیلم میگیریم؟ دیدم چمخاله 25 تا. دیدم چی شده مگه؟ نه این پرنده چی داره جون ما غیر مجازه واسه چی میفروشی؟ نه اومدی فیلم بگیری فلان. او محترمانه بگو دیگه، بگو اینجا فیلم نگی، حذفش کن. منم از قصد هم رو تو فیلم گذاشتم. دشمن کرده یه خورده اسمش زشت، دشمن کرده. سیتکا کوخ. اینجا دستک هم به کباب‌متری معروفه. اینا قصابی علیپور، دوتا هم داخل از اینا هستن. اون بلاگا رو ببینیم براتون، بلاگ دستک رو ببینیم براتون گذاشتم، برادران گلشایی. گفتم انجیر و کیوی میزنم بعضی جا. شما رفتین وارد شدین، برید اگه خوشتون نمیاد نمیپسندی بهشون بگین که آقا بدون کیوی و انجیر هم میدین،
که نمیپسندی اونجا براتون میتونن جدا هم بزنن. ما خودمون چون نرم دوست داریم واسه هم توصیه میکنیم. شما اگه دوست ندارید اونجا بگین اول کار. به قول مرحوم پوررضا هوا واره قرارت بباره. چیده پس از بارم بلا کباب بشیر. این برادرم گلشایی اینجا بکنم ماهی میده اصلش ماهی. احمق رو نگاه کنید شما، این احمق رو نگاه کنید واقعا خند چه فوش داده. این موتوری هم کنار اومده میبشنه راه میتونم بدم. واقعا تو کله بعضی گچه به خدا. بیمارستان شیفتیم، یارو میاد میگه آقا کد ملی تو بگو، عدد 10 رقمیه. کد ملی هر کسی 10 رقمه. کد ملی تون حفظ کنین. کد ملی میره اونجا خدمات میخوای بدی اونجا میذارین تو سیستم. حالا ما که تزریقات نداریم میگم دستک میریم اونجا آقا دیابت داشته باشین هر چی هستی اون کد ملی زده آقا این به این چیز حساسیت داره، این نمیدونم مشکل قند داره، مشکل چربی داره، چی هست دکتر میفهمه که آقا این کد ملی با این مشخصات مشکلاتو داره نباید انجام بشه، بیماری خاص داره، تو یادت نیست بگی ولی اون میدونه تو سیستم هست، علامت رنگی قرمز زرد اینا میاد. الان این بازارش بسته است، ماهی شروع نشده. البته فصل ماهی هم نیست، الان مرداد ماه. فصل ماهی معمولا فکر کنم مهر و آبان اینا شروع میشه. این ماهی فروشا به قول پدر خانم ما اینجا گلشایی نه، این برادرم گلشایی تخته چیده. معمولا گفت 12:30 به بعد شروع میکنیم. این ماهی فروشا همشون برنج کارن دیگه، پاییز برنج خبری نیست، اون میان تو کار ماهی. ما اینجا دور زدن ممنوع، آقا داره دور میزنه، بریم بعدی رو دور میزنیم بریم سمت کیاشن. این برکه میره چاف و چمخاله و اینا. راجع کد ملی داشته میگفتن، این کد ملی تو میزنه آقا شما به چی حساسیت دارین، چربی خون دارین، شما یه دقیقه یادتون میره بگین ولی دکتر حواسشه. اینم که متری میده این آقا. کد ملی تونه حفظ کنه، یه کد ملی 10 رقمی که همه تو هر شهر 3 تا رقم اولش هم ثابته. مثلا ایران 712 لایجان، شهر سوار 221. این دیگه ثابت 221 هم نمیخوای حفظ کنی، تو اون 7 رقم بعدیش حفظ کن. همینو حفظ نمیکنم، میگه ما مشکلات داریم، یا مثلا میگه ما کد ملی ما خونه جا گذاشتم. هرچی میگه آقا کد ملی عدد 10 رقمیه، کسی که جایی نمیتونه جا بذاره اون کارت ملیه. این فرق کد ملی و کارت ملی رو یارو نمیدونه. همینو داخل خیابون پشت فرمونن، این آیکیوش درد جلبک که نمیگه آقا اول اونجا جای سبقت ماشین داره رو میاد، دوم این آقا داره کنارش موتوره، اگرم 1% خواست به من راه بده نمیتونه راه بده چون موتوری رو بزنم. 1-2 دقیقه تحمل کنم، من بریم میخوره جاده بازتر بشیم موتوری رو رد کنیم، همون لحظه میره سبقت. جالبه ما تو زندگی اون 2 بار تصادف کردیم، 2 دفعه به ما زدن، هر 2 دفعه هم 2 تا پول نداشتن، هر دو فقیر. که آقا ببخش ما کارگریم، ببخش ما رو فلان، ماشین ما رو داغون کردن، ما کارگریم. احتیاط کن دیگه، حالا کارگری اصلا هر چی هستی مال خودتی. اولا خسارتی که زدی رو باید پرداخت کنی، ربطی به کارگری و کارمندی و چیز نداره. حماقت کردی باید خسارت مردم رو بدی. حالا ما ماشین نداشتیم این مدت بمونن، به حال خریتی که خودت میکنی، مردم قرار نیست جواب خریت تو رو بدن.
احتیاط یواشتر برو، آرومتر برو، با احتیاط برو. کسی دنبالت داده مگه؟ این میبینید گاو، میبینید ماشاءالله گاو هلوشلنگ فکر کنم بهش میگم چی چیزی، گاو شیرده. این گاو بیاد وسط خیابون رو بهش بزنی هیچ هم ماشین نمیمونه. این گاو این بزرگی گاو دیگه، گاو دیگه حالیش نمیشه که تو داری میای. شاه و وزیر داره میاد، برین کنار. منم که خدا نکنه بیفتم دور غر زدن رانندگی ببخشید. ما داریم میریم سمت کیاشر دیگه، شما خودتون حواستون باشه. بندر کیاشر 15 کیلومتر. جاده فرعی مخصوصا از چافم به رودبنه راه داره اون سمته. خب اون سمت کمباینه کجا میاد؟ اون سمت اصلا شبیه سیرک میمونه اونجا. اون سمت دیگه انگار خیابون خریدم بوم میاد. سال پیش یهو میبینی ماشین جلوته یا اول فصل هیچ کار نمیتونی بکنی، مجبور ترمز بکنی. دو سه بار برام پیش اومد. سلیم چاف بیا ایسان سر پیچ. خدا بیا میلاد جان جوانم. میاد تو سروا. اینجا میبینی این کبابی ها منقلش بیرون هست. پشت سر من یه دنا پلاسه، چراغش معلوم پلاسه، بعد پشتش دیگه هیچکی نیست. نه دورم مشخصش. نه حتما ما میپرید جلوی ما ترمز میگرفتیم. این اومد تو این چهارشم. کیاشر داشتم میگفتم. کیاشر ویلا گذاشتم، از پل چوبیش گذاشتم، رانندگی برفیشو گذاشتم، بازارش دوتا گذاشتم. یه دونه چیز روسی داره، خونه روسی، شرک روسی تو همین شیلاته. این لوکیشن سریال خاتون هم هست. عید گرفتیم اونم نگاه کنید تو پلیلیست شهر کیاشر میتونیم ببینید. این سمت میره لایجان، این سمت میره کیاشر. این سمت بس میشه به چیز. ما از قصد از این ور اومدیم چون خواستم جاده رو بگیریم. این سمت بس میشه به رودبنه. یه راه دیگه است. من دیشب تو نقشه نگاه کردم دیدم دو تا راه داره که از یه جایی به بعد با از آستانه به کیاشر مشترک میشه. صفرا بسته و اینا دیدم با هم یکیه، ولی من این جاده رو گرفتم چون دستک خاطر زیاد داریم. مثلا سانتینا تقریبا یه جاده فرعیه دیگه. برای شب خیلی رانندگی خطرناک. من شب رانندگی کردم. این خط وسط هم نداره. خط وسط که نداره. معمولا هم خط پیدا شد. معمولا هم میان با لباس تیره میان. وقت شب نمیدونم چه داستانیه. شب حتما احتیاط کنید. الان ما داریم 60 تا میریم. شب هم 50 تا 60 تا برید. سگم میاد یو. بعد جدیدن چیز شده گراز هم پیدا میشه. خوک میگن. با انسان ها چیز شدن تو
محل زندگی هست. قبلا میترسیدم، اما مام بزرگم اینا اشکبر گراز چیز میکردن از پیداشونه. ما یه دونه مثلا شاید از 10 سال یه بار یه دونه میدیم، مثلا من بچه گراز بود کنار جاده بود، ماشین زده شب اونجا مرده. اولی ما اونجا دیدیم. الان قشنگ مثلا تو شیطان کو اینا قشنگ میان کناره، مثلا از انزلی بچه‌ها کلیپ میذارن میان اونجا غذا میگیرن از دستش، از دست مسافرا. جالب این چیه، مردم باز میرن ثبت نام ماشین برقی. حالا ما برق ندیم بس کنیم پمپ بس که خودمونو بشوریم، میرن ماشین برقی ثبت نام میکنن. بهتره گردشگری مسرور. آقا جان مادرتون اینجا کنار رایجان داری میری لیالستان اونجا نوشته جان مادرتون آشغال نریزید. ولی گاو میره طبیعت یه دونه مدفوع پینشو میذاره، شما کیسه زبالت و صاب مردن یه پلاستیک با خود ببر جمعش کن دیگه. من دیشب چیز گذاشته بودی بونگردی تیتیه تو جاده سیاکره کنار رودخونه، بنده خدا داشت جمع میکرد، اینقدر آشغال و زباله ریخته بود. گفت این نکنین این کار، این نزدیک چیز بونگردیه، ما هر چند مدت مجبوریم تمیز کنیم. نکنین، یه پلاستیک بردن زیاد هم سخت نیست، تو جاده بیار صندوق بذار، اگه به ماشینت فشار آورد این پیج ما هم هست، به من دایرکت بده کامنت بذار، من پول اون فشار ماشینت بدم. یه پلاستیک 10 کیلو بار با خود نمیبری که 11 کیلو برگرده، 10 کیلو میبری نهایتش 1 کیلو 2 کیلو زباله داره. حالا اون سمت چیز گرفتم، سمت ماسال، اگه ولاگ ماسالی دیده باشین گاو داره غذا میخوره، اصلا پلاستیکا اونا رو میشینه میخوره. نکنین دوستان می‌نویسن آقا بگین آشغال نریزین، ان شاءالله که نمیریزین، نریزین. حالا من نمیگم مسافرا میریزن، این بومیان بدترن. میان شما ببینید تو جاده این ماشین و شیشه رو میرن پایین میریزن. که رانندگی ما که دنبال کرده بشه مورد زیاد دیدم. اینم لبه دریا اسم محله فکر کنم. وای جاده رو من یادم نیاد اومده باشم یا خیلی وقت نیادم، بعید میدونم اومده باشم یا اومدم خودم پشت فرمون نبودم، چون جاش برام هیچ آشنا نیست. ماشین رو دیشب بیمه بدنش رو پرداخت کردم 2,800,000. هفته پیشم بیمه سالسش بود 8,060,000. تقریبا میشه 10,600,000. واقعا تو ایران ماشین داشتن خود هزینهش زیاده، لاستیکش خراب شد تو راه 2 تومن پولی لاستیک شد، 20 نفر عوض کردیم از دیگه 7 میلیون شد. یعنی اون چه بین سواری مثلا اردیبهشت گفتم بهتون
داشتم از فومن برمیگشتم، ترمز ندارم، رفتم دیدم تو پمپ ABSش خراب شده، 7 میلیون پول پمپ ABSش، با اینکه حالا من سرعت هم اینا خراب میشه دیگه، مصرفی ساخته دست بشر ایرانی خراب میشه. حالا مثلا 80 90 تا نهایتش 95 تا خیلی خودشو بکشه، 100 تا رفتم 100 تا میرم، اونم نادره 100 تا برم، تا شاید چند کیلومتر برم پیش میاد یهو ترمز نداره، یهو نمیدونم روغن هیدرولیکش یه بار خالی کرد، شیر هیدرولیکش خراب شد، روغنش خالی کرد، فرمان چرا صدا میده، سرعت 100 تا 150 تا بری مثلا لاستیک رو بترکی ما چیکار، مخصوصا لاستیک جلو. ما این بار دیدم وسط خیابون ریخته، این یه بار داشتم این امیر کیاسر، یه بار داشتم از اون جاده چاف می اومدم، الان میدون بار چاف اینا هندونه هم داره، هندونه چاف، رفتم اونجا فیلم بگیرم، داشتم برمیگشتم اون جاده که میگم خطرناک اصلا بومیا رعایت نمیکنن، سر پیچ امید صفتی یه دونه نیسانه چپ کرده و سر پیچم بود، تمام بارش همین ریخته بود تو خیابون هندونه، بعدم حالا چقدر فرمونه بگیری روی هندونه میرم دیگه، شیشه ماشین بالا بود، نوشته سالکده 1 کیلومتر، اگه شما یک و اینجوری خوندی شما دوست خوب منی، سطح انگلیسی اونم خیلی بالاست، روی هندونه از تو چیز میومد تو ماشین. اینجا فکر کنم اول ورودی کیاشهره اگه اشتباه نکنم، الان که فکر میکنم جاده رو اومدم چون از چمخاله به چیز گرفتم، جز این جاده دیگه نیست، من یه لحظه اشتباه کردم ببخشید، اگه اشتباه نکنم دومین بار باید باشه، این سومین بار، حافظم ضعیف شده. بازار کیاشهر بازارش خیلی جالبه، من نمیدونم چرا ویو نمیخوره، یا مثلا دوستان نیدن، شاید هم چیز جذابی من نذاشتم توش. بازارهای ایران همشون باحالن، حتی شما لاریخانی میری مثلا بازارچه هست تو سفیدا گرمابدشت، یا پیروز رفتم دانه سام تو رشت، مثلا محصولات محلی داشتم اونجا، مثلا من میرم اونجا ذوق میکنم به خودم، میبینم با اینکه میگم همه بازارهای ایران رفتم، یه دونه پرسر فکر کنم نرفتم. چند روز پیشم یه بازار دیدم، بازار سه‌شنبه، بازار اسپیلی دیلمان، من تا الان نمی‌دونم اونجا بازار برگزار میشه، یه سه‌شنبه باید برم، خیلی بازارش باحال بود. من ییلاق ندیدم بازار هفتگی بذارن، خودش جالبه ییلاق بازار هفتگی داشته باشه. یه بازارچه سوباتان هم هست، الان که من همه رو نرفتم، اونم باید برم. والا زندگی اینقدر مشکلات داره، اون شیفت و کارای اون کانال آشپزی ما، کانال آشپزی ما رو لطف کنین این حمایت ریزی بکنین، لینکشو هم زیر پستا میذارم هم ته پیج هست. غذای معمولا محلی تو همون یه آلاچیقی داریم کلبه ماننده، اونجا درست میکنیم با خانم، پسرمون هم بعض اوقات میاریم، اینقدر اذیت میکنه، هم خودش اذیت میشه هم ما رو اذیت میکنه، همین کم میاریم دیگه، مجبور شیم. یه دونه چند روز پیش چی رو گذاشتم، ناز خاتون بود، غذای ناز خاتون رو گذاشتیم، همش داشت گریه میکرد، دعواش کردیم که فلان کارو نکن، مثلا نصف ویدیو داره گریه میکنه. دوست داشتین اون نگاه کنین، حمایت کنین، الکی ساب نکنین، تو رو خدا اگه دوست دارین علاقه دارین ساب کنین، چون ساب کنین نگاه نکنین
به ضرر پیج تموم میشه. مثلا هر پیجی ها حتی دوستا آشنایان ها گفتن ساب کنی، حالا چند روز بعد آن سابش کنین. خب چون شما کانال رو ساب میکنین نگاه نمیکنین، اون ویدیو بهتون پیشنهاد داده میشه. به حال شما مخاطبی اونجا این بهتون پیشنهاد میده، شما نگاه نمیکنین، یوتیوب تشخیص میده که اون ویدیو به درد نمیخوره و خود سابسکرایبش نگاه نمیکنه، همین مشکلی داره دیگه. واسه همین به ضرر بنده خدا میشه. اگه تونستین همین توضیح بدیم بهش، چون معمولا اونایی که کانال میزنن میرن طرح سالم سازی بندر کیاشهر، واسه شنا کنیم بدیم همینجا. اینجا ورودی کیاشهر، اینم بازار هفتگیش هم اینجاست، هنوز باز نشده، ساعت 9:11 است. ما وای میسیم، حالا میریم تا مرکز شهر دور میزنیم، میام اینجا وای میسم تا بازار شروع کنم. بهش این جمله رو توضیح بدین که آقا به ضررت میشه. اگه دیدین حالیش نمیشه نمیفهمه، شما سابش کنین، این چند روز بعد آن سابش کنین، به نفع خودشه. اگه نگاه نمی کنین ها بهتون توصیه میکنم، اگه نگاه میکنین حساب کنین، نگاه کنین دیگه، چیکاریه؟ حالا هر کسی علاقه نداره دیگه. پل چوبی، دادگستری، اینا هر کدوم خواستی این ور داخل شهر هم راه داره، مرکز شهر. اینجا ولاگ برفیش هم رانندگی گرفتم براتون گذاشتم، جالبه، شهر باحالیه. اسم قدیمش بندر فرهناز بود، بعدش کردن بندر کیاشهر. اولین پرورش نمیدونم صید بود، نمیدونم چی بود، چیز خاویار اینجاست، بهش میگن شهر خاویار. اولین شهر خاویار. اون شهرک مال روسیا بود که اینجا خاویار چیشیوف اسمش هم یادم، مال اون بود. ولاگ شهرکش هم نگاه کنیم، باحاله. تقریبا سالی یه بار اجازه بازدید میدن، اونم از دوم سوم عید تا 11ام، 7 روز به تعطیلی نخوره و اون تایم اداریه، چون شیلت تا ظهر بازه. واسه همین هر کسی ازش ولاگ نگرفته، اونایی که کارشون درسته میگن. اینم میدون اصلی کیاشهر. ما اینجا دور میزنیم برمیگردیم سمت بازار. دست راست میره به سمت پل چوبی، سمت چپ میره به کمربندی و سمت چپ میره به سمت کمربندی و انزلی. مستقیم هم فکر کنم باز به همین انزلی اینا راه داره. بازار ماهی فروشانش همین مستقیم. ما این میدون دور میزنیم سمت بازار رو چاف برمیگردیم. امیدوارم که ولاگ لذت برده باشید. ببخشید غر میزنیم، چیز دهنمون میپره، سعی میکنیم حواسمون باشه، به هر حال دیگه پشت فرمون آدم میشینه اعصاب براش نمیمونه. این ران تاکسی هم که خیابون رو خریدن. روزتون بخیر باشه. لایک و کامنت هم فراموش نکنید.